ثواب خیلی زائد را از خود می نماییم. لیکن وقتی که اگر در مصیبت هامون ما نوحگری و ما داد و فیغان و ما ناراضگی را اگر بیان کردن گیریم، این حالت ده هم مصیبت زده هستیم، هم دویم دری که مصیبت بالای ما هست این است که ما از اجر این مصیبت، از اجر این بلا بی نصیب می شویم. النائحة اذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران. حبیب خدا میگوید هر یک شخصی که نوحه میکشد در روز مصیبت، داد میگوید، فیغان میگوید، مقصد آب چشم کردن، غمگین به دل شدن، اینها در اسلام زلل ندارد. لیکن وقتی آدم با زبانش هر یک کلمه های بیجا و نادرسته تکرار میکند، حبیب خدا گفتن روز قیامت اگر توبه نکرده این گونه شخص از دنیا گذرد، تقام یوم القیامت علیها سربال من قطران. حبیب خدا گو یک لباسش میپوشانند در روز قیامت، یک لباسی هست که لباس از سرب است یا از چیزی سیاهی که تیز می سوختگی هست. حبیب خدا گفت این لباس در بدن این نوحگر می پوشانند و این لباس آتش می زنند در بدن همون انسانی که در دنیا با زبانش در حالتهای مصیبت و بلا کلمه های بیجا و ناجا گفته بود. از این خاطر ما و شما باید کاری کنیم از جمله اینها نباشیم، کاری کنیم که در هر یک مصیبتی که به سر ما می آید ما بدنی صابر داشته باشیم، ما دلی بیدار داشته باشیم، ما شکر کننده به سوی پروردگار ما باشیم. ان شاء الله ما و شما از اجرهای این مصیبت ها البته با نصیب می شویم.